چطوری داریا وایو هستم و خیلی خوش اومدید. به این ویدیوی زجرآور، نه به خاطر گیمش، نه به خاطر کسی که دارم باهاش میرم، به خاطر اینکه خودم الان 3-4 روزه پادرد شدیدی دارم و الان هر حرکتی که میکنم دارم زجر میکشم. بازی چیه؟ بازی شجولوانه. اکثر یوتیوبرها بازیش کردن ولی ما هم اومدیم امتحانش بکنیم. شاید شما لذت بردید و خوشتون اومد. اومدیم مواد بزنیم. کی آوردم؟ معتادترین جمع. هیچ موادی مصرف نکرد تو زندگیش، هیچ نوشیدنی الکلی نخورد، هیچ از پاک عالمه، ولی در عوض درگیر. فرام جان سلام. سلام بر همگی. امیدوارم سلامت باشین. امیدوارم هیچ کدومتون درگیر خانمانسوز اعتیاد نشین، درگیر این بیماری. خیلی حس عجیبیه که داریم الان میریم این کارو بکنیم بعد داریم میگیم نکنید. دوستان تا حالا سوبری رو ندیدین فکر کنم که بیاد و بخواد نقش ساقی رو بازی کنه. تجربه خیلی خاصیه برای ما. ببین الان این ماییم مثلا. پیکان نبودون؟ شخصیتتو بساز. شخصیتم آقا یه شخصیت میخوام بسازم اصلا بهش نمیخوره ساقی باشه. بیا بذار من یه کمی. دوستان منظور از خودت ساختن هم مماد زدن نیست، داره واقعا میسازه خودشون. کجایی تو؟ من دارم افق دریا خیره بیشتر. ولش کن. من فکرم عمومون گفتش باید بریم مواد بگیریم. بیا تصویری از تو دریا کجاست فرهان؟ کجایی اصلا تو؟ هم بیادم من دیدمت. من روبروتم. آها رو سخت بی. آره این کیه؟ منم. من فکرم تو اونی. نه این منم. الله قیافمون داری؟ چیه چشا رو نشون یاد ریکم مورتی افتادم چشاتو بیا دیدم. بریم کالکت آنکل نلسون استاش این د اسکیت پارک. کالکت آنکل نلسون اسکیت پارک رو پیدا کنیم. کجاست اسکیت پارک؟ امو بزنی مپ میاد. من اسکیت پارک نمیبینم. من اینجاست. بازی نکرد مگه؟ بریم. بیا بچه اینا چیزای خوبی نیستش اینجا میکشن ها. این ولی چیز خوبیه، نگاه کن. این چیز خیلی خوبیه. برای سلامتیتون مفید. گلدون خوبی میشه. این گلدون خوبیه. اینجاها باید یه چیزی پیدا. اینجا باید باشه ها. همه فساد از گدایی از فقر شروع میشه. من الان بدبختم، این چی ندارم. بدبختم. این مواد بده من بدبخت. $75 زیاده داری میگی. خونه که نداریم. بیا فرام جا خونه گرفتیم. بیا خونه گرفتیم. سلام یا الله. به چه زندگی خوبی داری. شکافای زیبایی داره. به شکافای زیبایی داره. آنکل نلسون پشت پیکونه یا ابوالفضل. قابل درک ده. کثیفی تحمل برانگیزی. چرا نور داره چشات؟ نور داره؟ اصلا من کلا شبیه فرشته ها. برو اینور. تو میخوای منو بدبخت کنی. تو میخوای منو به راه بد. نور داره چشام. تو سگ داره چشات. پرهام تو درخشان میشه اینور اونور تو نگاه میکن. کجایی؟ دیوس پدر فقط چیز قبول. کجایی تو؟ الان تو. ای بابا من این پایینم. میتونی تو مپ بزنی منو ببینی. سلام. دیدم. ما چی نیاز داریم؟ یک گروینگ تنت نیاز داریم. این چی تنت؟ گرو بزرگ کننده ایه. بزرگ کننده ایه؟ بگو دیگه. برای ایجاد الان منکراتی میشه قضیه. برای ایجاد گلوگیات. آها رشد دهنده گیاه و این چیزا. بله بریم خونه. دارم در مردم میزنم.
در مردم میزنی باباشو فروش کنی. کجایی تو؟ بسونه از اون لحاظ رفتید؟ ببینم تو کجایی. من اینجا بابا جلو چشتم. روبرومی. آقا این چرا چراغ قوه داره چشاش؟ با وی میتونم خودمو ببینم ها. من هیچ بابا من خودم دارم میبینم چراغ قوه چی، دوغ چی، کشکی چی، شب بشه برو لبنیات بیرون نها کن. البته شب بشه پنیر پلیس چی؟ میاد. پلیس خیلی بد میشه پلیس دنبالمونه توی جای تاریک. این درجا من اعلام حضور میکنم با این نور. این دیگه چه دست خریه ای چیه؟ آره چجوری میشینه آدم؟ با کنترل. آه. بی کنار بذار بندم خاک. الان داری آشپزی تو میکنی؟ آشپزی من الان میکنم. بذار شیر پر کنم. به چی میخوام آب بدم آخه؟ من نمیدونم. need water. خب آب دادی بهش. خب آب دادم. باز با عمو صحبت. این دفعه تو برو صحبت کن با عمو. اینو بنداز آشغالی. عمو کجای عمو؟ عمو این آشغالی نیست. چی اون بیا بابا بیا اینجا. حالا عمه نیست به جای عمو. عمه اینه. You're almost ready to go. آلبرت هوور. وای وای پرهام. کجا گوشته حرومزاده؟ چی شده؟ پلیسا اومدن تو شب بیرون بگردن پیمون. یعنی الان ما تحت تعقیب هم هستیم هنوز کاری نکرده. چون عمومونو گرفتن دیگه. اوردر نید با تلفن چرا نمیتونم کاری کنم؟ آلبرت هوور. خب کجاست این؟ من یه 2 تا بخرم پرام مواد. 2 تا گرفتم. خب به هم نشون بده چجوری مواد میخره رو. با خودش گوشی تو داره چجوری همچین باز کارشو میکنی؟ میکنه. گوشی تو چجوری باز میکنی؟ نمیدونم گوشی مگه داریم؟ ببین با تب گوشی تو میاره بالا. مپو چجوری با میگه؟ تب. آره بعد خب بعد اینجا آلبرت مسیج دارم الان. آلبرت هوور. مواد. نه چیزی نیومده به 7 خدا. ثانیه صبر. حالا اینقدر مواد نکن. الان خانواده فکر میکنن خبریه اینجا. یه مسیج برام اومد. کجا داشته؟ آپارتمان 2 اوکی. outside apartment 2 of the western apartment block. Western apartment block. وای اینجا چی کار میکنی؟ پلیسه. با من کار ندارم. پلیس تو رو نمیبینه؟ دنبال من راه میفته؟ نه دیگه چیزه اوکی. بذار ببینم. تا صبح قرار بیفتن دنبال تا با قایم شین نبیننت یه جوری. گرفته پک کرده گوشته اینجا. خدای من نرو بیرون بابا نکنه. بابا الان تأخیر میخوره این سفارشمون. آخه الان نصف شبی چرا باید بریم تحویل بدیم؟ دنبال تنها شدید. من این آیتم ها رو بذارم اینجا حداقل منو گرفتن داستان نشه. رو به دهن ما رو صاف کرد. خدافظ شما. عینک هم زدی نمیتونیم بفهمیم چی هستی. سفارش بگیرم پرم یا نه؟ بگیر. خب ببین میگه بگیری آخه ما چیزی نداریم که. من 3 تا دارم. برای 3 تا 120 ببندم 130 میشه. 3 تا 125
6 تا 12 صبح خوبه بستم. آره دیگه بهتر از این نمیشه. بیا اینا رو بگی پرام، میذارم اینجا بردار. بردار. بیه پکای مواد. برو با یارو بفروش، بیا یارو بفروش. ببین بعد همین ستا رو بهش بده دیگه. الان است 36 ثانیه دیگه پرام. الان کجا میری آخه؟ تو مپ ببین کجاست، برو بده. من مواد بعدیه رو بسازم. آقا میانیم تو این خونه فکر کنم دیگه پلیس نمیاد دنبالو. چون گممون میکنن. وای خاک نداریم یارو پرام. قشنگ پشتم. چی؟ خاک نداریم. با بریم بخریم، پول داریم یکم 7 دیگه. صبح باید می‌ریم بازشه بریم بخریم. نه؟ نظرت پورت اول اینجا تمام کنیم؟ همون کنیم چرا که نه. چون من واقعا دردم نمیذاره. اینو برو چیز کن، برو اینو یکی رو تحویل بده. بابا بخوابیم ساعت 6 نه صبح بابا الان همین 12 بغله، شبه. مپو نها کن. همین بغله توی اسکیت پارک یارو، توی اون گودال است. میدونم ولی 6 صبح بابا الان خب 12 شبه میگم. خنگول پاشیم این دد میشه چیزمون فروشم. برو بگی برو بفروش. اون ددلاینشه. آره اکسپایر زده دیگه. داداش خوبی چیز میخوای؟ ببینم چی. چرا انقدر چند تا چشش؟ میخواد؟ 3 تا میخواد. به همون ستا رو بچش. یا اول فاس 150. پولو گرفتی؟ حالا هوا تو خریدارم مشتی. ناکریم بریم. یا اول با تو نیستم شاسکو. میدونم دیدم اونجا رو. دختره رو میگم به خب. دختره گفت بیا دیگه رفتی بیرون. دختر نبود بابا. این یارو دختره؟ این دختر. اینا جسی هستن. اسم سگ یک سری از افراد پیش. اوکی. شب بخیر. خوابیدی؟ آره دیگه باید بخوابیم. شب بخیر. بخوابیم. بابا شدیم دیلر ارنینگ. استریت رت 2 سیف کنیم. استریت رت. بله دوستان خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. حتما ویدیو رو لایک کنید. پارت بعدی رو با پرهام خیلی زودتر از ویدیوهای دیگه که پارت 2 رو میذاریم. چرا که سری بعد بتونیم حتما با انرژی بیشتر ادامه بدیم، مواد رو بیشتر بفروشیم. و اینکه پرهام هم رفت دوباره گیمشو بزنه.